بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، حضار گرامی، برادر عزیز ما جناب سعادت نادری، وزیر صاحب دولت در امور صلح، و همچنین برادر عزیز ما جناب شلمخان کتوازی، رئیس ارگان‌های محلی، معینان و رؤسای ادارات دولتی، جناب والی صاحب کابل، رئیس صاحب کمیسیون دسترسی به اطلاعات، معاون و اعضای کمیته مشترک مسئولیت ژورنالیستان، سخنگویان محترم ادارات دولتی، مخصوصاً سخنگویان محترم ولایات کشور، خبرنگاران و رسانه‌های محترم، مهمانان عالی قدر، خانم‌ها و آقایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از هر سخنی درود می‌فرستیم بر روان پاک همه شهدای افغانستان، مخصوصاً شهدای اخیر، به طور خاص شهادت یکی از جوانان با استعداد کشور، یما سیاوش و همراهانش، و همچنین شهدای حوادث تلخ و خونین پوهنتون کابل، مرکز کوثر دانش، و شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی کشور. امروز دشمنان مردم افغانستان، مخصوصاً گروه طالبان، بعد از نهادهای امنیتی و دفاعی مراکز آگاهی و اطلاع رسانی را آماج حملات کود تروریستی خود قرار دادند و به همین جهت مراکز آموزشی دولتی و خصوصی و بعد از آن به طور خاص رسانه‌ها، خبرنگاران و سخنگویان که واقعا همگی نسل نوی افغانستان، نسل دانایی و پرسشگری و صدای بلند آزادی بیان هستند، اینها را در رأس اهداف تروریستی خود قرار دادند. اما آنان باید بدانند که این نسل فریب و تسلیم و سازش نیست و صدای رسای آنان را هیچ کسی در کشور ما نمیتونه خاموش بسازد. حضار گرامی، از ابتکار بسیار مهم و زیبای اداره ارگان‌های محلی برای برگزاری این کنفرانس تشکر میکنم، مخصوصاً در این شرایط حساس که بیش از هر وقت دیگر به هماهنگی در اطلاع رسانی و تقدیر از خبرنگاران و سخنگویان و تقویت آنان نیاز داریم. بسیار ضروری است که بعد از هر 2-3 ماه و یا حداقل هر 6 ماه یک چنین نشستی و کنفرانسی برگزار شود تا نیازها و مشکلات و راه حل‌ها مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، از طریق ارگان‌های محلی و یا از طریق ریاست ارتباطات ریاست جمهوری، سخنگوی ریاست جمهوری جناب آقای صدیقی که در مجلس ما حضور دارند، این هماهنگی‌ها صورت بگیره و مشکلات و چالش‌ها مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. از همه شما مهمانان گرامی، مخصوصاً سخنگویان دولت در مرکز و ولایات، تشکر میکنم که در این نشست شرکت کرده ایم. امیدواریم در این چند روز با بحث‌های سازنده شما دستاوردها و نتایج پربار داشته باشیم. با اجازه شما و با اغتنام از این فرصت درباره موضوع 3-4 مطلبی را به صورت فشرده و کوتاه خدمت شما به عرض می‌رسانم. اولین مطلب و مهمترین موضوع برای امروز و فردای ما و شما ارزش و اهمیت آزادی بیان است که اساس همه این فعالیت‌های ما و شما را تشکیل می‌دهد.
به طور خلاصه باید بگوییم که تمام شعارهایی که امروز مطرح میشه از جمهوریت، دموکراسی، آزادی، عدالت و برابری، حقوق بشر، حقوق زنان و مانند اونها، همه اینها تنها در بستر آزادی بیان قابل تحقق است. اگر در یک کشوری و بخصوص در افغانستان آزادی بیان وجود نداشته باشد، همه ادعای دموکراسی و جمهوریت و حقوق بشر همه ادعاهای بی محتوا خواهد. این آزادی بیان است که میتونه هم دموکراسی و جمهوریت را در یک کشور به نمایش بگذاره و هم عدالت، حقوق بشر و حقوق زنان را. دقیقاً به همین جهت است که امروز در جریان مذاکرات صلحی که آغاز شده، مردم افغانستان مخصوصاً جامعه رسانه‌ای ما درباره سرنوشت آزادی بیان نگرانی هایی دارند و این کاملا یک نگرانی بجاست و حق مردم است که نگران باشند. اما ما از جانب رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک بار دیگه امروز در این محفل تاکید میکنم که در افغانستان، مخصوصا در افغانستان امروز، یا هیچ حکومتی وجود نخواهد داشت و یا اگر حکومتی داشته باشیم باید حکومتی باشد مبتنی بر آزادی بیان و حامی آزادی بیان. حکومت افغانستان امروز با همه توان از پروسه صلح حمایت میکنه، ولی حفظ جمهوریت و آزادی بیان و دستاوردهای سالهای اخیر از اصول اساسی ماست. خوشبختانه امروز نه تنها حکومت بلکه تمام مردم افغانستان و اقشار و گروه های مختلف و احزاب سیاسی همگی در این اصول توافق نظر دارند. من از همه رسانه ها در سطح کشور، همه خبرنگاران عزیز خود می‌خواهیم که در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و حمایت از نهادهای دفاعی و امنیتی کشور هرگز و هیچ گونه تردیدی به خود راه ندهند. این نظام و این حکومت ممکن است کاستی های زیادی هم در عملکرد خود، در فعالیت های خود داشته باشند، ولی به طور قطع حامی آزادی بیان و حامی رسانه های آزاد است. اما از این فرصت استفاده کرد یک نکته را هم باید یادآوری کنیم که برخی از خبرنگاران ما، برخی از رسانه های ما متاسفانه گاهی به جای اینکه دشمنان اصلی آزادی بیان را زیر تیغ نقد خود قرار دهند، به طور غیر منصفانه گاهی حکومت افغانستان را مورد حمله قرار می‌دهند. و این حالت مخصوصاً در این روزا تبدیل شده به یک رویه و علامت یک نوع روشنفکری و نشانه فخر که گویا کسی با شجاعت حکومت را مورد انتقاد قرار میده. البته ما در میان خود باید فضای آزاد نقد و انتقاد داشته باشیم و حکومت هم باید همه انتقادها را بشنود که میشنود. اما سخنی است که در شرایط حساس کنونی هرگز درست نیست که شما به جای اینکه قاتل و تروریست و دشمن ملت را محکوم کنید، بیایید در مقابل او یک نوع سکوت کنید و یا ناگهانه یخن دوست خود را گرفته و حکومت و یا احیانا حتی نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی و نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان را محکوم کنید. این در حقیقت خواست دشمن ما و شماست و باعث تقویه آنهاست. امروز همه کسانی که در جبهه جمهوریت و آزادی بیان هستیم باید دشمن واقعی خود را بشناسیم و به جای تضعیف و یا تخریب همدیگر صفوف خود را در مقابل دشمنان مردم هرچه فشرده‌تر و متحدتر بسازیم. مطلب دوم اهمیت اطلاع رسانی است. اطلاع رسانی برای حکومت و برای اداره عامه یک وظیفه است و یک مسئولیت. همچنان که دسترسی به اطلاعات برای مردم یک حق است.
حق شهروندی است و حکومت مکلف است که حق را تأمین کند. پس اصل دسترسی به اطلاعات در واقع یک اصل دو سویه و دو بعدی است. در یک طرف آن مردم قرار دارند و در طرف دیگر حکومت. ضرورت این اصل در حقیقت ناشی از یک اصل دیگر هم هست به نام اصل شفافیت که امروزه یکی از عناصر اصلی حکومتداری خوب شمرده میشه. اصل شفافیت ابعاد مختلف داره ولی یکی از عناصر اصلی شفافیت اطلاع رسانی و یا دسترسی مردم به اطلاعات است. امروز در حکومتداری خوب در دنیای یک قاعده است که حکومت نباید همه اطلاعات و یا اسناد خود را محرم بپنداره و مردم را نامحرم. این دید یعنی دید محرمانگی و ای که خود را ما حافظ اسرار و یا محرم اسرار و حافظ اطلاعات دولتی بدانیم، این مهمترین مانع شفافیت است. در گذشته ها مخصوصا در نظام های غیر دموکراتیک تحت نام های مختلف مصالح ملی، منافع ملی، امنیت ملی، نظم عمومی و عنوان های دیگر کوشش میکردند که اسناد و اطلاعات دولتی را به عنوان اسرار دولتی نگه دارند و خود را مالک آنها حساب کنند. اما امروزه شیوه حکومتداری در دنیا تغییر یافته. ما دیگر اسرار محرم نداریم جز آنچه به صراحت در قانون آمده و در حقیقت قاعده برعکس شده. یعنی اصل و قاعده بر شفافیت است، بر علنی بودن است و بر دسترسی به اطلاعات است و ای که مانع نشر شویم او یک استثناء است. موارد بسیار خاص است که باید استثناء باشد. و به می جهت یک جمله بسیار جالب وجود داره، گفتن که اداره عامه امروز باید مانند یک اتاق شیشه‌ای باشد و نه یک اتاق سنگی و یا آهنین. اتاقی باشه که همه مردم از بیرون این اتاق درون او را تماشا کنند و بدانند که در درون این اتاق چی میگذرد. نه اینکه ما تبدیل کنیم اداره عامه را به یک اداره آهنین که هیچ کسی نتونه از درون او باخبر شود. این واقعا یک اصل و یک قاعده بسیار مهمه برای همه ما و شما و همین باعث میشه که ما مردم را در پلانگذاری ها، در تصمیم گیری ها شریک بسازیم، نظر اونا را داشته باشیم، انتقادهای اونا را بشنویم و در واقع اعتماد اونا را جلب کنیم به فعالیت و به تصمیمی که میگیریم. بنابراین وظیفه حکومت است در مرکز و ولایات که به این موضوع توجه کنند. ما قانون بسیار خوبی به نام قانون دسترسی به اطلاعات را داریم. این قانون را باید عملی بسازیم. امروز از ادارات زیادی حتی در مرکز و مخصوصا از دفاتر والیان محترم شکایت های زیادی وجود داره که معلومات کافی را در اختیار رسانه ها قرار نمیدیم. ما باید بدانیم یک جمله بسیار زیبا رئیس جمهور داشت، من محتوای او را خدمت شما نقل میکنم. ما باید بدانیم که اگر ما اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار ندیم هیچ انتظار نداشته باشیم که فردا اطلاعات غلط و نادرست درباره ما نشر نشود. پس برای اینکه از شایعات جلوگیری کنیم، از اتهامات درباره حکومت و درباره کارکردهای خود، باید اطلاعات دقیق را در اختیار مردم قرار بدیم و در این مورد واقعا نقش سخنگویان ادارات دولتی و مخصوصا سخنگویان ولایات ما یک نقش بسیار بنیادی و اساسی و سازنده است. در ماهای گذشته اطلاع دارین 3 اداره دولتی موفق شد که نمره نسبتاً خوب کامیابی را به دست بیاره. وزارت زراعت بود جناب آقای بهادری، 2 کمیسیونی دیگه بود فکر کنم، تدارکات و کمیسیون اصلاحات اداری. از این همه ادارات طویل و عریض ما و شما
فقط 3 اداره موفق شده که یک نمره نسبتاً مناسب بگیرد در مورد تطبیق قانون و اطلاع رسانی و رعایت حق دسترسی به اطلاعات. اما این همه ادارات دیگه معلومه که مشکل داشته و یک موضوع جدی است که همه ما باید در نظر بگیریم. مطلب سوم مسئولیت خبرنگاران است. ما برای حمایت از آزادی بیان باید بدانیم که مسئولیت خبرنگاران یک ضرورت اساسی است. شما میدانید که چند سال است کمیته مشترک مسئولیت بین حکومت و فدراسیون ژورنالیستا ایجاد شد. یکی از فعالیت‌های اصلی کمیته مشترک موضوع مسئولیت خبرنگاران است و تعقیب قضایای خشونت علیه خبرنگاران. در طی 4 سال اخیر اینجا دوستان ما از اعضای کمیته مشترک و همچنین معاون این کمیته در مجلس ما حضور دارند. در طول چند سال ما در حدود بیش از 1500 قضیه خشونت داشتیم که اینها در این کمیته مطرح شد و توسط دوستان ما در وزارت امور داخله و لوی سخنگوی افغانستان مورد بررسی قرار گرفتند. متاسفانه در طول سالها، ولی خب از سال 1380 به بعد در کل 131 قضیه قتل خبرنگاران داشتیم که خوب از شما اگر بدانین که بیش از 67 خبرنگار توسط گروه طالبان به قتل رسیدند در بین ای آماری که تا حالا اعلام شده. باید گروه طالبان در مقابل قتل های بی‌موجب پاسخگو باشند و قاتلان را باید به محکمه معرفی کنند. اما نکته ای که در این مجلس میخوایم تاکید کنیم که هر نوع خشونت علیه خبرنگاران از جانب مقامات دولتی به هیچ صورت و به هیچ عنوان قابل قبول و قابل بخشش نیست. چیزی که مربوط ما میشه این است که دولت به عنوان دولت، مقامات دولتی به تمام معنا این قاعده را رعایت کنند و نه تنها مرتکب خشونت نشوند که از هر نوع خشونت احتمالی و یا تهدیدات علیه خبرنگاران جلوگیری کنند. در این مورد گاهی شکایاتی از ولایات هم داریم، همه شما در جریان هستیم که ما در کمیته مشترک هم تعقیب میکنیم، از ارگانهای محلی و از شما سخنگویان محترم هم میخواهیم که به این موضوع جدیتر توجه کنیم. بر اساس این کمیته مشترک یک مقرره داره که اخیراً به تصویب رسیده. بر اساس این مقرره ما 2 وظیفه عمده را باید تعقیب کنیم. اول پیشگیری است. اگر تهدیدات مطرح، گزارش‌های اگر به دفتر والی صاحب، به قماندانی امنیه، به ریاست‌های امنیت ملی میرسه، و گزارش‌ها باید تعقیب شود. تدابیر اتخاذ شود برای پیشگیری از تحقق و تهدید و یا خشونت. در مرحله دوم موضوع تعقیب و تحقیق قضایای خشونت است. اگر احیانا قضیه اتفاق افتاده باید در کمیته های ولایتی مسئولیت خبرنگاران مورد بررسی قرار بگیره و به طور خاص نهادهای مربوطه ما یعنی قماندانی امنیه و ریاست امنیت ملی و همچنین سخنگوی های ولایات موضوع را مورد تعقیب قرار بدهند. والیان ما واقعا در همه ولایت باید بدانند که حمایت از خبرنگاران نباید صرف یک شعار باشه برای ما. حمایت از خبرنگاران در واقع حمایت از آزادی بیان، حمایت از قانون اساسی و فلسفه وجودی جمهوریت است. و اگر ما رسانه‌های آزاد و خبرنگاران آزاد، رسانه‌گران آزاد نداشته باشیم و از مسئولیت آنان حمایت نکنیم، در واقع فلسفه سیاسی خود و حتی مشروعیت خود را از دست خواهیم داد. به این جهت موضوع مسئولیت خبرنگاران یکی از موضوعات جدی است در کنار موضوع قبلی که مسئله اطلاع رسانی بود. ما خواهشم از همه شما حاضرین مجلسی است که این 2 موضوع
با عنوان دو موضوع محوری در نشست‌های چند روزه شما مورد توجه قرار بگیره و اگر همکارای ما از رسانه‌ها و خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای هم حضور پیدا کنند در نشست‌های شما که مشکلات را اونا مطرح کنند و رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات از ایشان از جناب بهادری صاحب هم خواهش می است که این نشست یک بهترین فرصت برای شما که مشکلات کاری کمیسیون در ارتباط با تطبیق قانون را مطرح کنین و از سخنگویان ولایتی ما بخواهیم که با کمیسیون شما همکاری کنند. موضوع چهارم به طور خاص برخی از چالش‌هایی است که مربوط به سخنگویان دولتی ما در ولایت است. اول البته باید تاکید کنیم چنان که پیشتر اشاره کردیم سخنگوی هر ولایت زبان رسمی و رسای حکومت در اداره محلی است. بعد از والی شاید در مسائل اجتماعی نقش بسیار مهم با عهده سخنگویان ولایت باشد. سخنگوی ولایت نقطه وصل مردم و رسانه ها با اداره محلی است و مرجع رسمی دسترسی رسانه ها به اطلاعات در سطح محلی و مخصوصا در شرایط فعلی همونطور که پیشتر جناب آقای کتوازی اشاره کرد ما در کنار جنگ با نیروهای و دفاعی افغانستان در یک جنگ روانی با دشمن هستیم. سخنگویان ما در سطح کشور در هر ولایت باید یه آمادگی را داشته باشند که در مقابل جنگ روانی در مقابل همه اتهامات و شایعات دشمنان با منطق رسا دفاع کنند. در این رابطه در مورد سخنگویان ولایتی دو سه مشکلی هم گاهی مطرح میشه که به اختصار یادآوری میکنم. اول آشنایی و تعهد سخنگویان دولتی ما به طور عام مخصوصا سخنگویان ولایتی به پالیسی ها و سیاست ها و قوانین دولت. یک سخنگوی دولتی نمیتونه موقف شخصی و یا سلیقه شخصی خود را به عنوان موقف حکومت اعلام کنه. بنابراین قبل از هر چیزی لازمه که باید خود را با تمام پالیسی ها و مواضع رسمی دولت آشنا بسازه. یعنی یک سخنگوی دولتی و ولایتی یک خبرنگار آزاد نیست که بتونه تحلیل های شخصی خود را مطرح کنه. او باید در مرحله اول در چوکات پالیسی های رسمی و به خصوص قوانین، مقرره ها و استراتژی های مربوط به دولت فعالیت کنه. دوم، سخنگویی یک فعالیت رسانه‌ای هم است، بلکه ماهیت اصلی سخنگویی یک فعالیت رسانه‌ای است. بنابراین شخص سخنگو باید یک شخصی حرفه‌ای و مسلکی باشد. برخی از سخنگویان ما یا در فعالیت‌های اطلاع رسانی و ولایت سهم فعال نمی‌گیرند و یا غیر حرفه‌ای عمل می‌کنند. ما گاهی مواردی را داشتیم در صفحات رسمی والی صاحبای ما چیزایی نشر میشه که گاهی فکر میکنیم حتما سخنگوی ولایت در جریان نیست و یا کنترل و نظارت نداره و این باعث میشه که موقف و عملکرد دولت و یا همون ولایت بسیار ضعیف جلوه کنه و زیر سوال قرار بگیره. بنابراین هم والی صاحبای ما وقتی سخنگو داره، دفتر سخنگویی داره، به او دفتر سخنگویی خود باید بها قائل باشه و ارزش قائل باشه و به او صلاحیت بده و هیچ نوع یک خبر یا یک گزارش و یک کار رسانه‌ای را بدون نظر او دفتر سخنگو نباید نشر کنه. از نگاه حرفه‌ای میگم، از نگاه محتوا والی نماینده حکومت است، صلاحیت کامل داره، ولی از نگاه جنبه‌های مسلکی و حرفه‌ای باید از طریق همون دفتر سخنگویی باید نشر شود و سخنگو هم باید اون معیارهای حرفه‌ای و مسلکی را واقعا رعایت کنه. مسئله سوم که هم پیشتر جناب کتوازی صاحب اشاره کرد، ضرورت هماهنگی است بین سخنگویان دولت و ایجاد در واقع یک چتر هماهنگ کننده بین همه.
باید تمام سخنگویان دولت از مرکز تا ولایت یک تیم واحد باشند، تیم منسجم و هماهنگ. این هماهنگی میتونه بسیاری از مشکلات و ابهامات را مانع شود و جلوگیری کنه. این کنفرانس چند روزه شما بهترین فرصت است برای اینکه یک مکانیزم روشن برای هماهنگی جستجو شود و پیشنهاد من است که دو اداره ما، اول ارگان‌های محلی و دوم دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، میتونه این هماهنگی را به صورت بسیار بهتر و منظم تنظیم کنه. با اجازه شما موضوع آخری را که باید مطرح کنیم مسئله صلح است. ما در حکومت، در رهبری حکومت از صلح با عزت و یک امنیت پایدار به تمام معنا و با تمام وجود حمایه میکنیم. اما در این رابطه و مخصوصا در این ایام از چند نکته باید یادآوری کنیم. اول، گروه طالبان به خاطر انعطاف ناپذیری که دارند عامل اصلی بنبست در مذاکرات دوحه است و در طول نزدیک به 2 ماه مانع هر نوع پیشرفت در مذاکرات شده است. به همین جهت باید حق بدیم که اگر مردم افغانستان نسبت به پروسه صلح بی باور شود و حتی امروز مردم حکومت افغانستان را زیر سوال قرار میدهند به خاطر امتیازات زیادی که به طالبان داده شد در مورد رهاسازی زندانیان آنان، مردم حکومت افغانستان را مسئول میدانند، به خاطر اینکه اکثریت افراد رها شده برخلاف تعهدشان دوباره به میدانهای جنگ رفتند. 2. افزایش خشونت‌ها و مخصوصاً ترورهای کور که توسط عوامل طالبان انجام می شود در ایامی که مذاکره در جریان است به هیچ صورت مورد قبول نیست و منطقی و معقول هم نیست. و از طرف دیگه نقض صریح موافقتنامه بین طالبان و آمریکا است و طالبان به تعهد خود عمل نکردند و حتی ارتباط خود با گروه‌های تروریستی دیگر را هم قطع نکردند. و این نشان میده که این گروه هنوز هم بر موضع جنگ طلبانه خود اصرار می‌ورزد و برای حل مسالمت آمیز باور ندارد. اما اگر هنوز واقعا به این خیال خام باشد که از راه نظامی میتواند دولت و ملت افغانستان را با شکست مواجه سازد، باید بداند که تمام مردم افغانستان برای حمایت از جمهوریت و قانون اساسی و دستاوردهای 20 ساله اخیر خود در صفوف فشرده تر از گذشته دفاع خواهند کرد و هیچ گروهی و هیچ کشوری نمیتواند دیدگاه‌های خاص خود را بر مردم افغانستان و یا بر حکومت افغانستان تحمیل کند. 3. یکی از موضوعاتی که باعث بنبست در شروع مذاکرات شده مبنا بودن موافقتنامه دوحه برای مذاکرات است. چرا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان تا هنوز این مبنا را نپذیرفته برای مذاکرات؟ این به خاطری است که این موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده ایم، نه طرف آن بوده ایم و نه آن را تایید کرده ایم و از نگاه حقوقی در قبال جزئیاتی که در محتوای موافقتنامه وجود داره ما هیچ مسئولیتی نداریم. از نگاه حقوقی و قانونی و تعهداتی که حکومت افغانستان داره در مورد صلح، تنها مسئولیت و تعهد ما در مقابل اعلامیه مشترک است توسط حکومت افغانستان تایید شده، لایحه‌جرگه مشورتی افغانستان است، قطعنامه شورای امنیت ملل متحد است که بر اساس آنها ما آمادگی کامل داریم برای اصل موضوع صلح و تعقیب مذاکرات و طرح همه موضوعات مورد اختلاف در میز مذاکره و این خواست مردم افغانستان است. حکومت افغانستان برای آمادگی کامل دارد. و آخر اینکه با توجه به همه مشکلاتی که گفته شد
ما انتظار داریم که واقعا گفتگوها هر چه زودتر آغاز شود و به همین جهت از هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه واقعا تشکر میکنیم که با حوصله‌مندی و شکوبایی و با همه خستگی‌هایی که حالا پیدا کردن به صورت منسجم و متحد تاکنون مسئولیت خود را انجام دادند. ما از تلاش همه کشورهایی که از این پروسه حمایت کردند، مخصوصا دولت ایالات متحده آمریکا هم تشکر میکنیم و امیدواریم که در دوره رهبری جدید حکومت آمریکا از روند طی شده یک بازنگری و ارزیابی مجدد صورت بگیره و مشکلات موجود باید رفع شود و همه جوانب به صورت مسئولانه تر و با دقت بیشتر و متکی بر واقعیت‌ها و حقایق از پروسه صلح حمایت کنند. در پایان ضمن ابراز سپاس مجدد از اداره ارگان‌های محلی موفقیت شما را آرزومندیم و امیدواریم که این کنفرانس سرآغاز شود برای ابتکارات بسیار خوبی دیگر از جانب سخنگویان دولتی ما برای ایجاد هماهنگی و برای ایجاد یک تحرک لازم مخصوصا در شرایط کنونی در سطح رسانه‌ها. تشکر از توجه شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.